شلوار سفید دوست داشتنی داشتم که یه روز ابری پوشیدمشو. موقع برگشتن به خونه بارون گرفت و گلی شد و من بی خیال پیشو نگرفتم، به هوای اینکه هر وقت بشورمش پاک میشه، ولی نشد. بعدها هر چی شستمش پاک نشد. حتی یه بار به خشکشویی دادم که بشورنش، ولی فایده نداشت. آقایی که تو خشکشویی کار میکرد گفت این لباس چرک مرده شده. گفت بعضی لکه ها دیر که بشه میمیرن، باید تا زنده‌اند پاک بشن. چرک مرده شد و حسرت دوباره پوشیدنشو به دلم گذاشت. بعید نیست اگه بگم دل آدمم کم نداره از لباس سفید. حواست که نباشه لکه میشه. وقتی لکه شد اگه پیشو نگیری میشه چرک. به قول صاحب خشکشویی، لکه رو تا تازه هست، تا زنده هست باید شست و پاک کرد. هیچ آدمی یه شبه تغییر نمیکنه و هیچ آدمی یه شبه تصمیمای بزرگ نمیگیره. آدمی که یه روز بی خبر ناگهان چمدون برمیداره و میره، شک نکنید که خیلی قبل‌تر از اون رفته. آدمی که یه روز فریاد میزنه که خسته‌ام، شک نکنید که مدت‌ها قبل از اون منتظر شنیدن یه خسته نباشید ساده بوده. آدمی که ناغافل میزنه زیر گریه، مطمئن باشید که از مدت‌ها قبل یه بغض سنگین و با خودش این ور اون ور میبرده. پس بیایید مواظب دلهای خودمون و دلهای دیگران باشیم که دیر نشه. بیایید مواظب دلهای خودمون و دلهای دیگران باشیم. بیایید مواظب دلهای خودمون و دلهای همدیگه باشیم که دیر نشه.